اینم از جوغلی که در موردش صحبت کردم، همراه 3 عدد اسکنه که در داخلش قرار داره و همونجور که میدونید اسکنه مسیر دهنده است. پس 3 تا مسیر و 3 تا راه جدا در کارمون. در این علائم در داخل غار است که باید به اون توجه زیادی بشه. در این سبک از غارها باید دنبال یه چاه یا یه تل خاکی یا تل سنگی باشیم، چون نشان جوغن رو در داخل غار بوده. مسیر چپ و خاک و سنگا و ملات و ساروجشو برداشتن، دو سمت راستی قرار دادن. بزرگترین اشتباه اینا دود است. مشخص میکنه که اینجا فعالیت زیادی انجام شده در دوران باستان. متاسفانه این قسمت سمت راستیشون باز شده، اینا رو همه برداشتن از سمت چپی آوردن. اگه خوب دقت کنید، چون مسیر ما کلا مسیر سینه‌خیزیه، خیلی مواقع کمی میتونیم نشسته حرکت کنیم. این استخونه، اینم خاک دستریز. خب دوستان عزیز، توی ویدیو قبلی مسیر سمت راستمون بسته بود، مسیر سمت راستمون الان باز شده. اونجا رو براتون فیلم میگیرم و نکته اصلی و جای اصلی رو توی ویدیو براتون مشخص میکنم. خب بریم با هم دیگه ببینیم اینجا تیکه های استخونه. اگه با هم دیگه ببینیم، اینا هست، اینها تیکه استخونه، خاک کاملا، سقف یه تیکه دور برش با ملات سنگ کوچیک شده، توشم تا این اندازه که نور چراغ میخوره تا اون اندازه از خاک پر شده. با هم دیگه بریم. تو مسیرمون سینه یه مقدار مشکله، خلاصه با بزرگی خودتون باید ببخشید. تیکه های استخون کامل مشخصه و تیکه های ساروج. ببینید دوست عزیز، وقتی صحبت از ساروز میشه، ساروز به این شکله. دوستان در کل بالای 600 نوع ساروز شناسایی شده که در کلیه ساروزها شن و ماسه، آهک و سفیدی تخم‌مرغ نکات مشترکشونه. بعضیاشون اشیاء دیگه مثل موی بز و اینا بهشون اضافه میشده که استحکامشو بالا میبرده. یه ویدیو در مورد ساروز و روش شکستنشو در کانال قرار میدم. من الان میخوام خارج بشم از اینجا. استخونا رو ببینید، کامل مشخص، خاک دستریزه، کامل مشخصه، خاک دستریز همراه استخون. این هم که عرض کردم تماما اینایی که در آورده شده این کنار گذاشتن تماما از ملات و سنگ و ساروجه، محوطه رو کوچیک کردن. خب بریم سمت مستقیم هم با هم دیگه ببینیم. دوستان هر وقتی که داخل غار رفتید کفش خاک بود حتما جلو سیخ بزنید تا یه موقع خدای نکرده زیر پاتون خالی نشه. ببینید مسیرهای تو دست هست. خب لایک یادتون نره تا دوستان بیشتری ویدیو رو ببینن، چون خیلی مطالب در مورد غار و علائم داخلش هست ولی دیدنش یه لطف دیگه ای داره. به زور از اینجا خودم رد میشم، فعلا کوچیک شده. بریم جلو. ببینید ساروجه، ساروجه شکلی.
اینجا سنگریزه کفش کار کردن، سنگریزه هم کفش هست که رفت آمد برامون خیلی مشکل تر کرده. اینجا این بالا هواکش هست، اگه بتونم نشون بدم خدمتتون. اینجا مسیر سمت چپیه که زروش رو مسدود کردن، این ادامه داره. حالا به این مسیر کاری نداریم، مسیر مستقیم رو میریم تا ببینیم. تمام بدنم سوراخ شد. خب بریم با هم دیگه ببینیم. ببینید دوستان عزیز، تمام موارد خوب دقت کنید. اینجا یه جوغن در کف هست، ببینید نیم جوغنه. از این منطقه خاک بوده، این یه نیم جوغنه، اشاره به سطح زمین داده. خب همینجور که در ویدیو اشاره شد، نیم جوغن چسبیده به زمین اشاره به مقبره و قبر در نزدیکی میکنه که فاصله از 9 متر به هیچ وجه بیشتر نمیشه. ولی در این مکان جوغن در سقف هم هست که خودش تاییدی است. خب ببینید دوستان من، این هواکشه که به اینجا هم ادامه پیدا کرده از بیرون غار. اینا آثار جنایت هم هست، سیم، آثار دینامیت. اینا رو با دینامیت بکندن. هست اینا جایی که مته کار شده، اینا رو با دینامیت برداشتم. خب ببینید دوستان من، از اینجا به مسیر سمت راستی راه داره ولی کاملا مسدود شده. ببینید ساروجو کامل پلم شده. اگر دقت کنید خوب، هنوز راه داره به اون طرف ولی اینا کامل کوچیک شده. از این زاویه هم که اگه نگاه کنید، هواکش از بیرون غار. این هواکش از بیرون غار اومده، هوا رو تخلیه میکنه. خیلی هم جالب. من قشنگ جریان هوا رو احساس میکنم. خب اینجایی که هستیم یه قبره که یه تله سنگی بر روش بوده که برداشته شده و من که ضربه میزنم قشنگ صدای پوکی میده و علایمی که براتون نوشتم رو دقت کنید حتما. قبر در این منطقه است که ویدیوی باز شدهش هم در کانال قرار میدم. خب دوستای من، اینجا رو که دیدید، ببینید ضربه میزنم، اینجا رو ببینید کامل صدای تو خالی میده، چون این یه تیکه نیست، گذاشته شده اینجا. این مسیرم فعلا ادامه داره. شاید توی ویدیو بهتر دیده نشه. این جوغنه،
در سقف، جوغن در سقف. همونطور که اول صحبتام و ویدیو اشاره شد، یه ویدیو از لحظه ورود به غار و یه سری علائم هست که قبلا در کانال قرار دادم که در آخر ویدیو قرارش میدم که کسانی که ندیدنش برش کلیک کنن، چون نکات آموزنده ای داره. حتما اون ویدیو رو از دست ندید.